بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قضیه غزه و حماس نشستی که در شرم الشیخ در مصر صورت گرفت و قرارداد و تفاهم بین المللی به ضمانت کشورهای عربی به امضا رسید و به این نتیجه رسیدن که حماس انتقال قدرت میکنه، اسلحه خودم میگذاره و سیاست به کنار میره و در اینجا قوای حافظ صلح می یک حکومت عبوری جور میشه و اسرائیل قوای خود به عقب میزنه و این مناطق غصب نمیکنه. چیزی که بعد از قرارداد ما شما میبینیم که اسرائیل داره خلاف ورزی زور میکنه، بمباردمان عالم ادامه داده، بیشتر از 120 نفر دیگر شهید ساخته و ادامه داره و در این حال پارلمان اسرائیل یک مسوده را پاس کردن که به اساس از او غزه را ملحق می سازن به اسرائیل، چیزی را که امریکا هم مخالفت زور کرد و گفت که این به خلاف ورزی از قرارداد شرم الشیخ است. در اونجا این تفاهم صورت گرفته بود که اسرائیل از اینجا میبره و در اینجا حکومت فلسطینیا عبوری تحت نظارت قوای بین المللی به وجود میاد. چیزی را که مارکو روبیو هم گفت که اونا اگر اسرائیل به این کار خود ادامه بده شدیدترین عکس العمل را خواهد دید. اما شما میبینید که با وجود اخطار ترامپ و مارکو روبیو باز هم اسرائیل داره به حملات خود ادامه میده و گفته که این منطقه را ملحق میسازه به اسرائیل و ترکیه و مصر و اردن سه کشور عکس العمل نشان داده و گفته که این خط سرخ کراس کردن خواهد بود، تجاوز است و عکس العمل نشان خواهد دادن. در این مورد خلیل حیه که یکی از مذاکراتچی حماس بود، او به مصر رسیده و نماینده حزب الجهاد و نماینده الفتح که محمود عباس شوه که حکومت بیت المقدس در اختیارشان است، اونا را هم به مصر آمدن و اینا دارن به مرحله ترانسفورمیشن یا تحول از اون مرحله، چرا که جنگ در بین حماس و فتح بعد از سال 2006 وجود داشت. وقتی که انتخابات صورت گرفت اسماعیل هنیه صدر اعظم شد و محمود عباس او را قبول نکرد، یک اختلاف آمد، یک حکومت در غزه بود، یک حکومت هم در اینجا در وست بانک بود دیگه، بنان یک فاصله در حدود 20 سال یا 2 دهه وجود داشت. حالا میخوان که دوباره با هم نزدیک شوند، یک حکومت مشترک تشکیل بدن و حماس اسلحه خود انتقال بده، به شکل سیاسی در نظام داخل شود و حکومت انتقالی در اینجا به وجود بیاید و از این بابت خلیل حیه گفته که ما حاضر هستیم اسلحه خود بدیم و با حکومت انتقالی جدیدی که می با اونا همکاری کنیم. در این مرحله آل گفته میشه که یک قوای حافظ صلح که متشکل از قوای اندونزیا، آذربایجان و پاکستان باشه به غزه خواهد رفت. شما اگر ببینید کشورهایی که قوای حافظ صلحش میره، این کشورهایی است که روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داره. آذربایجان به حساب نفر اسرائیل است، پاکستان نفر اسرائیل است، با اسرائیل کار میکنه. وقتی که مصر و اردن تقاضا میکنه که ما هم باید قوای ما اینجا باشه، او را اسرائیل مخالفت میکنه. ترکیه که میگه که ما باید در تمام مراحل انتقال از این قدرت باید باشم و اسرائیل باید خط سرخ کراس نکنه و باید تجاوز نکنه، بنان ما می باشم. اسرائیل میگه که ترکیه باید در این مراحل نباشه و اینجا باید نبیایه. این چیزی است که مشکلات به وضع حل کنه بیشتر میسازه و فاصله را برای مردم در اونجا در بین کشورها بیشتر میسازه، چرا که اگر ترکیه و اردن و مصر اجازه نمیدی، مصر سوری اسرائیل هم میای قرارداد میشکنن و بنان معاهده‌ای که در شرم الشیخ صورت گرفته او پایمال میشه و ترامپ به حساب شرمنده جهان میشه چرا که تضمین از او کرده بود، از او سر دنیا آمد در این قرارداد 6 امضا کرد او اسرائیل رو میشکنن. بنان اینا با وجود که اخطار دادن، اما آمدن قوای پاکستان و آذربایجان به نظر من قدم مثبت نیست، چرا که اینا بر اسرائیل کار میکنن و اگه اینا بیاین، چون پاکستان یک تاریخچه خوب در این منطقه ندارد. در دهه 70 وقت ضیاءالحق در لبنان بود، بیشتر از 80,000 فلسطینیان را قتل عام کرده، کشته به نام قصاب
فلسطینی ها یاد میشه. بنان پاکستان این تاریخچه را داره، ممکن این بار جنازه فلسطین پاکستان به شانه خود به اسرائیل ببره و تسلیم کنه. بنان این قابل تشویش است. اگر مصر و اردن و ترکیه هم شامل قوا شد، باز یک تضمین به وجود خواهد آمد و ما شما مطمئن خواهیم بود که ممکن یک تغییر مثبت و کلی در اینجا به وجود بیاید. دیگه اسرائیل داره در اونجا معاهده میکنه، اینجا معاهده را مشکنانه و کسی نیست که جلوش بگیره. اگرچه که اخطار داده شده از طرف ترامپ، با وجود از هم داره پیش قدمی میکنه، بمبارد هم داره و به حساب اطفال و مردم مظلوم میکشن. ببینیم که نتایج به کدام طرف میره. حالات بهتر معلوم نمیشه با وجود از اینکه حماس داره با متحدات خود وفا میکنه، اما اسرائیل تجاوز میکنه و تخطی.